حتما دغدغه داری در ذهنت که وقتی ما بیایم یک سایت بسازم، یک اپلیکیشن بسازم، باید یک عالم قالب برش درست بکنم، یک عالم کد بنویسم، این کدها با هم دیگه درگیر نیفتن. یک زمانی ما این عالم CSS را چطوری بنویسم؟ در دستگاه های مختلفی وقتی باز میشه، در دسکتاپ باز میشه، در موبایل اگه باز نشه باز ما چی کار بکنم؟ اگه باز شو یک المنت نمایش داده نشه باز چی کار کنم؟ اگه این همه دغدغه داری و نمیفهمی که بوتسترپ میتونه تو رو از شر این CSS های اضافی خلاص بکنه، حتما این ویدیو رو تا آخرش ببین تا از شر CSS دیگه خلاص شوی. با سلام و تشکر از این که با من آمدین. بوتسترپ یک فریمورکی است که قرار است امروز در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. یک فریمورک بسیار جالب و بسیار بزرگ است. البته در میان فریمورک ها رده اول را گرفته است. با این حال خیلی از فریمورک های دیگه هم هستن، اما اونقدر استفاده ای که بوتسترپ داره هیچ فریمورک دیگه به نظر من تا حالا نداشته و خود منم تا حالا فقط از بوتسترپ استفاده کردیم برای قالب بندی یا درست کردن اپلیکیشن های خودمان. خب بوتسترپ را کی ساخته؟ در یک کلام اگه بگم بوتسترپ را توییتر ساخته شده یه کمپانی توییتر هسته. بوتسترپ یک فریمورک فرانت اند هسته، یعنی ما اگر ظاهر اپلیکیشن رو تغییر بدیم، قالبی برش بسازیم، المنت هایی را درست بکنیم، استایل دهی بکنیم، هر کاری بکنیم با فرانت اند کار داره، یعنی با بک اند کاری نداره اصلا. بوتسترپ رایگان هسته، بابتش پولی قرار نیست شما پرداخت بکنیم و دیگری که جالبتر از همش، بوتسترپ یک فریمورکی هسته که برای یادگیری آسان است. بسیار آسان است. وقتی شما مفهوم کلاس های اینا رو یاد بگیرین دیگه همه چیز راحت میشه. وقتی شما CSS را یاد داشته باشین میتونین که بوتسترپ را در یک روز حتی هم یاد بگیرین. خب بوتسترپ میتونه که چه نوع اپلیکیشن برای ما بسازه؟ اگه ما بیایم اپلیکیشنی رو که خودم من ساختم، یعنی یک اپلیکیشن کامل رو که درست کردیم، قالب یا ظاهر از این سایت را، این اپلیکیشن را ما با بوتسترپ درست کردیم. قراره که شما میبینین در این قسمت درست شده از قالب ها به شکل تماما گرید بندی شده است، تمامش با بوتسترپ اندازه گیری شده و درست شده. اگر ما با CSS کار انجام میدادیم واقعا خیلی دشوار بود، واقعا خیلی از ما وقت میبرد. اینا مدل هایی از بوتسترپ است که تماما با بوتسترپ اینا دیزاین شده و ما میایم ازش یوز میکنیم و کانتنتی را که داریم درش قرار میدیم به این شکل. تماما صفحاتی که در قسمت درست شده است، کارت هایی را که شما میبینید تمامش با بوتسترپ درست شده. البته ظاهر از این اپلیکیشن، قالب بندی از این، استایل های از این، رنگ بندی های از این تماما با بوتسترپ درست شده، البته بدون بک‌اند. بک‌اندش با زبان های دیگه کار گرفته شده است. به شکل تمامش درست شده و این یک نمونه‌ای بود یا یک ریویوی بود که بر شما نشان دادم تا شما اگر نمیدونید که بوتسترپ قرار است چی بکنه با اپلیکیشن شما، با سایت شما بیاین و از این استفاده کنین، با استفاده از این نمونه با ما پیش برین. خب دیگه چیزی که در مورد بوتسترپ ما شما می داشته باشیم، فقط این محتویات را با هم دیگه دیسکس میکنیم طی همین یک ویدیو. البته قرار است که ما در همین یک ویدیو بوتسترپ را به شکلی آموزش بدیم که هیچ چیزی از بوتسترپ باقی نمانه، فقط به استثنای از او چیزایی که من حالا براتون میگم، چون اونا آپشنال هستن، یعنی ریکویر نیست که شما حتما باید اونا را بدانین یا حتما ما اونا را براتون بگم، چون وقتی ما این چیزایی که براتون میگم شما خودتون مسیرتون براتون باز میشه و خیلی سریع میتونین اونا را هم یاد بگیرین. یک تعریفی از او داشتیم که یک فریمورک هسته، فریمورک فرانت اند هسته که زبان‌های HTML، CSS و جاوا اسکریپت را در بر میگیره. HTML CSS در رده اول از این فریمورک استفاده کردن، یعنی HTML وقتی ما میگیم قالب بندی صفحات را
با فریم ورک انجام میدیم. تماما تگ های HTML را که درست میکنیم بر اساس فریم ورک بوتسترپ درست میکنیم. حالا نمیم با سیستمی که قبلا نوشته میکردیم تگ ها را نوشته کنیم. هر تگی را که درست میکنیم با سیستم بوتسترپ درست میکنیم. حالا من کار میکنم و شما هم میبینید. CSS که وقتی میگیم تماما استایل هایی که در این قسمت زده شده هست با CSS زده شده. مثلا او تگ ها را ما فقط می نویسیم، اما او تگ ها که چگونه باید نمایش داده بشه، در چند ستون نمایش داده شود، رنگ ها چگونه باشه، تماما CSS، یعنی CSS از HTML هم کرده در ردیه اولتر قرار دارد، یعنی اولویتش بالاتر است نسبت به HTML هم. و در اخیر جاوا اسکریپت میمونه که جاوا اسکریپت هم از بوتسترپ استفاده کرده. یعنی بوتسترپ جاوا اسکریپتی هم داره، بعضی از کد هایی داره که شما میتونین برین با استفاده از جاوا اسکریپت یا جیکیری پلاگین جاوا اسکریپت، کتابخانه جاوا اسکریپت، شما برین و کد را نوشته کنین و یک عملی رو براتون انجام بده. امی مدل هایی که هستن اینا مدل ها فانکشن هایی دارن که فانکشن فقط شما کال میکنین و این مدل بالا میآید. یا تول تیپ هایی که هستن، مثلا تول تیپ اینجا من ندارم. تول تیپ وقتی کرسر روی یه چیزی قرار میدین یک متنی براتون ظاهر میشه، او را تول تیپ میگن. او تول تیپ ها هم فانکشن داره که فانکشن هاش بسیار ساده است، او با جاوا اسکریپت است. وقتی شما میخواین از اونا استفاده کنین جاوا اسکریپت یعنی نیاز میشه. یعنی فریم ورک هست که هر سه زبان را در بر میگیره. و دیگه ای که بوتسترپ، ما میایم بوتسترپ را راه اندازی میکنیم. دو نوع راه اندازی بوتسترپ در این قسمت وجود داره بچه ها. ببینین وقتی در همین قسمت هست، یکی که ما اگر ما سایت ما کاملا آنلاین هستیم، ما دیگه خود ما هم آنلاین هستیم، آنلاین کار میکنیم، ما میایم از CDN استفاده میکنیم. CDN یک CDN که بوتسترپ اینجا برای شما معرفی کرده که مکس CDN است و CDN.js هم می باشه که شما میتونید از CDN.js استفاده کنید، Cloudflare استفاده کنید. اینا تماما CDN های هست که شما میتونید با استفاده از اینا در سایت های مختلف وقتی سرچ کنید براتون CDN میتفرون به عوض از اینا دیگه هم هستن. CDN کارش که طولانی است، نمیتونم CDN براتون در این ویدیو تشریح بکنم، فقط خلاصه براتون میگم که سورس از این بوتسترپی که شما قرار است ازش استفاده کنین و به اساسش پیش بروین در یک سرور دیگه در یک جای دیگه قرار داره. او سایت شما در یک سرور باز میشه پیش خودتان، مثلا یا در مو ISP که شما سایتتان قرار دادین، اما فایل بوتسترپتون در یک سرور مرکزی در یک جای دیگه قرار داره دور از دسترس امی سرورتون. فقط این آدرس برش میدین و فایل بوتسترپ را از اونجا دانلود میکنه و در این سرور میاره و بالا میارشه که یعنی شما نیاز ندارین که کدای بوتسترپ را تمامش بیارین آلردی در امی سرورتان، در پروژه تان، در یک گوشه به نام بوتسترپ ایجاد بکنین و تمام فایل بوتسترپ را قرار بدین تا اینکه به اساسش کار بکنه. یعنی این روش اولی خیلی سریع‌تر، خیلی بهینه‌تر است. شما وقتی از استفاده کنید سایتتان خیلی سریع بالا میاد، چون تماما کدها فقط یک لینک برش داده شده و در یک سرور دیگه وجود دارن. اما روش دومی که برای کسایی که آفلاین کار میکنن، آنلاین نیستن، برای مثال ها کار میکنن یا مثلا سایتشان هم آفلاین یک خدماتی را پخش میکنه و نیاز نیست هر لحظه آنلاین باشه، که روش دومی جایگزین است برای می حالتا. شما میان امو فایل را دانلودینگ بوتسترپ گفته که شما او را از گیت بوتسترپ دانلود میکنین، او رو که دانلود کردین میان در یک مسیری در یک گوشه قرارش میدین به نام بوتسترپ و فایل های جاوا اسکریپت و CSS از او را دانلود میکنین، لود میکنین. این قسمت وقتی ما بیایم براتون اینجا نشان بدم، ما روش دومی را کار میکنم. روش اولی فقط شما آسان از دیگه همون CDN میاره در این قسمت قرار میتین و جاوا اسکریپتش هم در این قسمت قرار میتین CDN. روش دومی را که ما این قسمت کار میکنم، اینجا فایل بوتسترپ هست، گوشه به نام CSS هم هست، گوشه به نام جاوا اسکریپت هم هست. در این میان شما ببینین این قسمت مهم است، شما باید یاد بگیرین که کدام فایل ها را قرار است شما برین اینجا لود بکنین. در قسمت CSS یک فایل به نام bootstrap.css هست. در این قسمت bootstrap.css، اما شما این را نمیرین مینیفای شده، یعنی اوی که کمپرس شده و خیلی سریع لود میشه. این فایل bootstrap.min.css، این فایل را در قسمت لینکش میاریم و در قسمت جاوا اسکریپتش هم این فایل دیگه که bootstrap.min.js هست، این فایل رو میارن لود میکنه و این فایل های دیگه اضافی فایل های هستن که به اساسش کار میکنه.
خب اینا را لود میکنیم، اول را اندازی میکنیم، شان یک تگ لینک می نویسیم. این لینک ما رویل href استایل شیتش میگیم که پوشه بوتسترپ 5. بوتسترپ ورژنی که من کار میکنم 5 هست، W3 School آخرین ورژنش 4 تدریس کرده، ولی ما اینجا 5 کار میکنم چون 5 خیلی وقت است که ریلیز شده است. CSS را باز میکنم، فولدرش داخل این فولدر رفتیم، تمام فایل ها رو برام میاره. bootstrap.css این قسمت است، main.css هم در قسمت است. در جاوا اسکریپت که میریم با استفاده از تگ به نام script src اینجا میارین میگین که bootstrap را که js را .min.js این رو برای من لود کن. تو این قسمت bootstrap را ما تونستیم لود کنیم. اگر ما مودال کار میکردیم، تول تیپ کار میکردیم، یعنی نیازی به جاوا اسکریپت داشتیم، ما jQuery هم باید اینجا اضافهش بکنیم. jQuery ما در قسمت ها ندارم و نیازم ندارم و نمیخوام که او را بیار میشین. فقط با این قسمت شما 90% از bootstrap را میتونین استفاده بکنیم و یک چند قسمتی که تکنیکی و پیشرفته است و اون مودال ها و بعضی چیزهای خاص و المنت های خاصی شما با jQuery نیاز پیدا میکنید. خب چیز دیگه که در این قسمت هست کلاس، مفهوم کلاس. وقتی شما می آمدین یک دیف می نوشتین می گفتین دیف، برای دیف یک کلاس می دادین، می گفتین کلاس تو چه باشه؟ کانتینر باشه. تو دیف دایی سایتی که ما می سازم دایی صفحه تو کانتینر تمام المنت ها یا عناصر یا محتویات صفحه ما هستی. این کانتینر حالا وقتی من را باز کنم در وب هیچ چیزی نمایش داده نمیشه. یک کانتنت هم که نوشته میکنیم این کانتنت همونطور عادی نمایش داده میشه، هیچ نشان نمیده که یک کانتینر است، یک تمام صفحه را در بر گرفته، هیچ چیزی نه. در این صورت شما می آمدین و این کانتینر را چون کلاس بود از فایل CSS می آمدین برش می گفتین که دات کانتینر، اینجا برش استایل می دادین، می گفتین که مثلا دیسپلی چی باشه، پوزیشن چی باشه، اندازه تاپ و رایت لفت چه اندازه باشه، تمام اوتو مارجن پادینگ تمام برش می گفتین. بسیار استایل های فراوانی را و داخل از دیگه تگ های و اونا هم استایل می داشتن تا اینکه شما یک کانتینر را می تونستین بسازین. اما چی شد؟ مفهوم کلاس شد، یعنی CSS. حالا اگر ما با استفاده از بوتسترپ میایم میگیم که آقا این کانتینر هست، این یک کانتینر هست، تو این قبول که یک کانتینر هسته، چون بوتسترپ امی کانتینر را، امی کلید کانتینر که کیورد که ما اینجا نوشته کردیم، قبلا امی استایلایی که ما قبلا اینجا در فایل CSS تشریح کردم، امی استایلای کانتینر و با استایلای خیلی هم جالب و خیلی هم استایلای درست و قانونی و استاندارد در فایل bootstrap.min.css در این قسمت نوشته شده. تمام فایل ها در این قسمت وجود داره، تمام کد های CSS در این قسمت وجود داره و امو کلاس وجود داره، اصلا دات کانتینر اینجا وجود داره و با تمام کلاس های دیگرش. و وقتی شما این رو صدا میزنین قبل امیز استایل های CSS تمامش اینجا لود میشه برای همین دیف. وقتی شما فایل CSS رو باز میگین هیچ کدام استایل وجود نداره، اما این استایل CSS در فایل بوتسترپ وجود داره. ببینیم بچه‌ها سیستم گریدی که در بوتسترپ هست چطوری عمل میکنه. بوتسترپ آمده است صفحات وب را، یک صفحه وب را که اینجا قرار داره این بادی را اصلا براتون بگم، این بادی را بر 12 کالم تقسیم کرده. قسمی که حالا ما براتون رنگی کردیم با 12 کالمی را تقسیم کرده. حالا هر کالم نیازی میره، هر می کالم نیازی را میتونیم جدا جدا برش استایل بدیم، میتونیم میره کم و زیاد بکنیم، بر 4 کالم تقسیمش کنیم، بر 3 کالم تقسیم کنیم، 2 تقسیمش کنیم. به این شکل ما میتونیم این را درست بکنیم و هر کالم نزی که با 12 کالم تقسیم شده میتونه که روهای جداگانه داشته باشه. مثلا ما اینجا یک رو درست کنیم، ببینید یک رو درست کنیم، این 12 کالم اینجا باشه، یک محتویات رو در 12 کالم اینجا بر نمایش بدیم. باز اینجا یک روی دیگه درست میکنه، میگه که این با 4 کالم تقسیم بشه و این محتویات مختلفی رو نشر بکنه. حالا نیست که تمام صفحه تمام بادی 12 کالم شوه و ما نفهمیم که محتویات دیگه که بعد از صفحه میاد چطور شود. رو هسته که یک سکشن از سکشن دیگه جدا میسازه و ما میتونیم که هر نوع محتوی را
درست بکنیم، یا مثلا 12 کالم را یک صفحه بسازیم، فقط یک متن طولانی داریم با سایز مثلا 48 پیکسل بزرگ، فقط می 12 کالم که یک کالم مرجش کردیم نمایش بدیم، به شکل میشه. خب در خود سایت بوتسترپ را خیلی عالی هم تشریح کردم. یک بار اگر بیایم در کانتینر در گرید این به شکل ببینین اینجا 12 کالم رو شاید تشریح کرده که شما اگر نیاز داشته باشین به 12 کالم نمایش بدین، اگر 4 تقسیمش کنین یا 8 4 تقسیم کنین یا به این شکل 8 طرف باشه 4 طرف باشه، بسته به اینکه شما رایت تو لفت کار میکنین یا لفت تو رایت 6 میتونین، یا هم تمام 12 کالم را یکی مرج میکنین به این شکل میشه. اما این با استفاده از رو میشه. شما فکر کنین در این قسمت این یک رو است، اما اینجا یک روی دیگه آمده، این روی دیگه است و این روی دیگه، این روی دیگه. اینجا 5 تا رو وجود داره این قسمت که مفهوم رو از یادتون نره. حالا میایم میبینیم که یک چیز دیگه اون در قسمت وجود داره که ریسپانسیو وب دیزاین، یعنی بوتسترپ میگه که شعار بوتسترپی است که میگه موبایل فرست، یعنی وقتی ما یک صفحه را میسازم چطور براتون بگم که وقتی بوتسترپ میگه ما یک صفحه رو میسازم تمرکز من سر چی است؟ موبایل هست. یعنی وقتی اگر با موبایل کار بکنه این صفحه با اکسترا اسمال دیوایسی باز بشه، با تمام دستگاه های دیگه میتونه با خوبی باز بشه. با موبایل ها، با اسمال دیوایس ها، میدیم دیوایس ها، لارج و اکسترا لارج دیوایس ها میتونه که باز بشه. یک موبایلی که سامسونگ گلکسی دوست دو باشه، کوچکترین دستگاه یا اسکرین است به نظر ما. وقتی ما یک صفحه رو میسازیم بوتسترپ میگه ما موبایل فرست، اون دوست دو در نظر ما است، ما باید با او بازش بکنم. ولی صفحه ای سایت باید با اون دوست باز شود. بعد از او با اکسترا لارج دیوایس ها که یک دسکتاپ رومیزی بسیار کلان است، مانیتور کلان داره، دو هم با اون صفحه باز میشه. این را ریسپانسیو وب دیزاین میگه. اگر ما بتونیم که به این شکل یک صفحه رو بسازیم، یک بوتسترپ قدرت را داره، این یکی از خوبی های بسیار بزرگ بوتسترپ است که ریسپانسیو وب دیزاین را سپورت میکنه. حالا در این قسمت محتویات تشریحات بسیار زیاد است. خب خلاصشی است که ما وقتی میایم ریسپانسیو وب دیزاین را در نظر میگیریم، هر کالم رو که اونجا براتون گفتم که 2 باشه یا 3 باشه یا 4 باشه، و کالم ها رو مشخص میکنیم که در دستگاه مثلا اسمال باز بشه، در میدیوم باز بشه، یا مثلا لارج یا اکسترا لارج در کدام شکلی باز بشه. این را هم در اون قسمت مشخص میکنیم. میریم عملا یک چیزی هم درست میکنیم در صفحه تا ببینیم. خب تماما قالب با دیو درست میشه. دیو میگیم که کانتینر. خب کانتینر دو نوع است، یک کانتینر که حاشیه داره که می کانتینر هست، اما اگر ما فول ویت میخوایم یا حاشیه نمیخوایم FLUID فلت، این کانتینر فلت هست، یعنی بدون حاشیه، هیچ حاشیه‌ای در نظر نگیره. باردر برش یک باردر هم میتونیم که شما محتویات هم برش بدیم. این یک باردر است. میبینین که مکمل تمام صفحه رو در بر گرفته، چون محتوا کم است به این شکل فیچ شده است، هیچ حاشیه‌ای نداره. این باردر مکمل در این طرف چسبیده و این هم در این طرف چسبیده است مکمل. به شکلی رو زیاد بسازم و اینجا کانتینر این فلتش از این قسمت حذف کنم، چی میشه؟ به این شکل میشه. کانتینر هم زیاد شد و این یک حاشیه شد. بعضی از سایت ها هستن که به این شکل یک حاشیه رو در نظر میگیرن و اطلاعات در وسط میارن با مارجن مشخص. خب این کانتینر هست. وقتی ما یک کانتینر میاریم دیگه قرار نیست داخل کانتینر همه چیز وجود داشته باشه. به این شکل اینال ما چیکار میکنیم؟ اولین کاری که در این قسمت انجام میشه این است که ما باید رو بسازیم. یک رو دات رو بنویسیم، یک کلاس یک دیوی با کلاس رو براتون میسازه. داخل از این رو اینال ما مشخص میکنیم، میگیم که این هیدر ما هسته، میگیم که یک کالم داشته باشه، یک دیوی با کالمی باشه که در دستگاه های میدیم باز بشه، در دستگاه هایی که چی باشه؟ میدیم باشه.
خب میدیم به این معنی که از 768 پکسل به بالاتر اگر باش مشکلی نداره، یعنی هر اسکرین هایی که اسکرین اندازش ویدش مثلا به 768 پکسل یا بالاتر از او بود، این صفحه یا این سایتش باز میشه. ببینید بچه ها، این میدیم یا اسمال یا لارج که میگیم اندازه های مشخص خودشون ندارن. وقتی اگر هیچ مشخص نکنیم به معنای از اینکه اکسترا اسمال است، یعنی هیچ امی دستگاه بسیار کوچک است، حتی از 576 پکسل هم دیگه رفته به پایین. و اگر از 576 پکسل باشه یا بالاتر از او باشد تا 767 تا این اندازه رو ما اسمال معرفی میکنیم یا اس ام برش میگیم و کالم که قرار است باز بشه. یا اگر 768 پکسل نیاز داشتیم یا بالاتر از او را میدیم میگیریم و اگر به 992 رسید لارج میگیریم تا 1199. بعد از او 1200 که شد لارج میشه، بالاتر از 1200 هر چقدر هم بزرگ باشه دیگه مربوط به لارج میشه یا مانیتورهای بزرگ هستن. این از مربوط به ریسپانسیو میشن اینا تمامش. خب ما اینجا که آمدیم میدیم معرفی کردیم، به این معنی که 768 پکسل را در نظر گرفتیم، 12 پکسل این را مشخص کردیم. باردری که در خود کانتینر دادیم، این باردر میارم در قسمت خود رو که مشخص شود که رو چی اندازه هسته. به این اندازه این رو هسته مکمل 12 کالم را در بر گرفته. حالا ما این رو را یک قیمتی برش میتونیم که یک برش میتونیم که یک هیدر هسته. این هیدر سایت ما شد. خب اگر این رو ما استایل بتیم بویم وسط باشه، وسط چین باشه، میتونیم برش یک قسمت بگیم که امو هیدر ما وسط نمایش داده شد. تکست سنتر میگیریم، این وسط میشه. خب بعد از او یک نویگیشن بار میاریم و بعد از اون ما صفحه خود تقسیمات دیگه متفاوت تقسیمات انجام میدیم. این دیف را که ساختیم داخلش رو، بعد از اون داخلش یک روی دیگه میسازیم، چون از اون رو خارج میشیم. اون روی خود هیدر بود فقط، اونال یک روی دیگه میسازیم. در این رو ما همی نویگیشن بار را پیست میکنم، از بوتسترپ از W3 School کاپیش گرفتم. این یک نویگیشن بار هست، این قسمت این نمایش داده میشه. این مکمل همین هیدر ما شد. اگر ما بیاییم این قسمت بعضی از استایل ها را استفاده کنم، بگویم امیر رو یا این نویگیشن BG یعنی بک‌گراند کالرش دارک باشه، به شکل نویگیشن بار ما دارک میشه. خب ایناله یک روی دیگه هم تشکیل شده. این قسمت از این رو هم خارج میشیم، یک روی سکشن درست میکنیم. این روی هست که تماما محتویات قرار داره دیگه. اطلاعات ما این را به شکلی میسازیم که یک کالم میسازم. بعد این قسمت میگم که این کالم باشه، میدیم باز شود، اسمال میگیریم میشه دستگاه کوچک هم باز باشه، اسمال و این 4 باشه، یک سکشن برش میدیم یا همین نویگیشن ما به شکل باشه 4 و یکی دیگه هم برش میگیرم که میگم ای دیوی که یک کالم نی با اسمال و 8 باشه، این طرف هم 8 باشه. به این شکل شما قالب بندی میکنید. حالا ما در این قسمت چه چیزایی را قرار میدم، یک محتویات خوبی رو اینجا میارم. خب متن میارم به این شکل. حالا من ریفرش میکنم. به این شکل شما میبینید که 4 کالم در این قسمت سورت شده و 8 کالم هم به این شکل طرف آمده است. این یک قالب بود. حالا من این را یک بار در حضورتان کوچک و بزرگ میکنم تا شما همو موبایل فرست یا تغییراتی را که ظاهر میشه ببینید. اول به این شکل می باشه تا اندازه که صفحه کوچک شده برای یعنی دستگاه ها متفاوت شوند خودش فیچ کرده میره.
به شکل. آخرین رنجش هست. خب یک بار خوب محتویات پای هم آمدن، ولی چون همه محتویات یکسان است شما متوجه نمیشین. من یک بار روها را تغییر بدم، کالم ها را. این کالم را برش میگم که باردر نه یک تکست داش چی باشه رنگش پرایمری. این رنگش آبی شد. حال متوجه میشین که هیچ چیزی نیفتاده است، هیچ چیزی جا نمونده است. به این شکل شما این را میبینین وقتی که کوچک میشه تمامش در یک کالم میاره، نظر به نبود فضا یا اسپیس در قسمت در ویدش کوچک میشه، تمامش یک کالم میاره و به شکل شما میبینین که تمامش پای هم میفته. این بود سیستم گریدینگ. حالا من این قسمت اگر یک فوتر داشته باشم، فوتر ما میگم که کانتینرش چون فوتر حاشیه نمی داشته باشه میگم که فلات باشه. این قسمت یک چیز برش میتونم میگم که این را نشان میدیم. به این شکل تمام فوتر هم در این قسمت آمد بدون کدام حاشیه. این کلاس هایی است که من برش ست کردم. حالا شما میبینیم که این فوتر هست که تمام صفحه را گرفته است و در وسط هم آمده. اگر ما از CSS های بیشتری در قسمت استفاده کنیم این به پایین صفحه میره، یا محتویات ما اگر خودش زیاد شود دیگه هیچ مشکلی وجود نداره، خودش اتومات پایین میره، در آخر صفحه قرار میگیره. به شکل در آخر صفحه قرار میگیره نظر به محتویات ما. و این هم از یک قالب بسیار ساده. خب دوست عزیز، امیدوار هستم که شما یک ایده خیلی جالب را در مورد بوتسترپ گرفته باشین. چیزایی که خیلی لازم بود و خیلی مهم بود من براتون گفتم. چرا گفتم مفهوم کلاس را براتون میگم؟ به خاطر از اینکه شما بعد از اینکه شما نیاز پیدا میکنین که بیشتر در مورد بوتسترپ بخونین، شما فقط کلاس تعیین میکنین، هیچ چیز دیگه وجود نداره. مثلا کالر ها هست، اگر شما کالر های مشخصی را میخواین معرفی کنین، یک دیو را یا یک پاراگراف را که میخواین که کالر بدین، فقط برش میگین که تکست دنجر، همون یک رنگ سرخ را براتون میده، یا تکست پرایمری که ما استفاده کردم، تکست اکسس. اینا تمامش شما تست بکنین و نتیجه شو ببینین که رنگ های مشخص و رنگ های زیبایی در این قسمت وجود داره. در بک‌گراند هم این بک‌گراند هست، مثلا اینجا تکست میوتد است یا وجود بی جی میوتد میباشه. یا تیبل هست، شما تیبل معرفی میکنین، در تگ خود تیبل نوشته میکنین، کلاس شمیتین برش تیبل، فقط تو تیبل را براتون درست میکنه. و اینجا دیگه کلاس های وجود داره که هر کدامش تعریف شما آورده گفته است که مثلا اینی کار انجام میده براتون. کلا کلاس از شما کلاس وضع میکنین، کدام چیز عمیق یا کدام چیز مشکل دیگه وجود نداره، هیچ باقی نمانده است. امیدوار هستم که در آموزش های بعدی ما که سلسله های بعدی را تشریح میکنیم، جی کیو رو تشریح میکنیم براتون، تمامش با ما همراه باشید. الله یار و مددگار شما.